دیرو پر می‌کنی، تخته گاز می‌کنی، میری تا جایی که ماشین دیگه نمیتونه بره. خب دور موتورت میرسی به رد لاین و دیگه ماشین سرعتش حد اکثره، شما یهو اینو می‌کنی تو اپی، هر روز زمین کم کم بلند میشه و شما پرواز می‌کنی. من چی کار کنم داداش؟ یارو گفتش اینو پر کن، دیرو پر کن، بذار رو پی، میره حالت پرواز. گیری باکس چیزی نشو؟ گیری باکس که مون تو ربات کریم. خاک تو سرت. الان کجایی؟ الان تو آسمونای عربستانم داداش. عربستان؟ شیشه میزنی؟ نه بابا، شیشه چیه؟ من این دکمه فرودو پیدا نمی‌کردم، یکم اذیت کرد، اونو پیدا کردم. الان مشکل اصلی اینه که داداش فرودگاه آل مختوم به من اجازه فرود نمیده، من سوختمم داره تموم میشه. قرآن به بابات میگم شیشه میزنی. تو چی میزنی بابا؟ البرجك المراقبة فرودگاه آل مختوم، انا سيارتك الفرودية الاضطرارية لا سوخت. قبلتكم؟ لا. ربكم كل الظالمين الكافرون، عذابي العظيم في خالدون. انا الغريب الشهيد، لا فرود، لا نعم انا فرود الاضطراري، انا شديد البذور.